تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوان ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. در صورت امیر با تیر و تفنگ کار کردن نتوانست، فرار بکنیم. به خاطر اینکه زنی خودمان باشد و فرزندی خودمان به کجا ملک همسایه که از اینجا دور است و خدا میداند در راه ما را چه انتظار است و خدا میداند لشکری کافر کجا را گرفت و کجا را مانده. با یک سخن ما همه چیز را نیمه روشن شنیده ایم. خدا کند و مجاهدی ما برسد و به تاریکی ها روشن بیندازد. جنگاور نرسید، بولشوی ها رسیدن. یک نیمه روز بچه های هزمکش و بوزبان در تاز واریده شدند و غلغله به راه انداختند که عسکرها میرسند، پرچمی سرخ دارند، لباسی غریب، همه یک سر از سواری اسب. همه رو وهم گرفت. زن و مرد داخل خانه ها شدند، در و پله ها رو بستند. ده نفس نمیکشید، واهمه نفس میکشید. این انتظاری چند ساعت طول کشید. بعد کسی به یقین گفته نمیتوانست. ماهی بود، سالی بود، هم زبان خود را شنیدند که آنها را شرک میساخت که این عسکرها به کسی کار ندارند. آنها حکومتی برزگر و کارگر، عادلترین حکومتی عالم را می سازند. ما که هم قوم شماییم، از بخارای شریفیم، کی هاست با آنها پیوسته ایم، زیرا آنها از ما نه خراج می گیرند نه انداز. هم اربابی میر و امیر را برهم زدن. ما اکنون خودمان شاه و طبعمان وزیر است. اما مردم اونقدر ساده نبودند که به این گپا زود باور کنند. از این رو کسی بیرون نمی اومد تا آن وقت همان آواز به تهدید گذشت. گوش کنید. غلجه های ناتراشیده و کودن اینجا چیل اکثری سرتاپا مسلحند. اگر خواهند درهایتان را می شکنند و از گریبانتان کسی چگونه خواهد بیرونتان می کشند. از بس چون این خواهش ندارند و از بالا فرمان دارند که با زحمت کشان که همکش و همکسب باشان هستند چون برادری خونی مناسبت نمایند. این طور نمی کنند و از شما چون از آدم ملایم و به حرمت خواهش دارند. مردم داخل خانه ها این سخنها را ملاحظه کردند و دریافتند که خالی از منطق نیست. چه مشکلی دارد که در را بشکنند و آنها را بیرون کشند. یک بیرون آمدند، نزد میمانخانه جمع شدند و دیدند که 40 عسکر روی سبزه ها دراز کشیدند، تماکو دود میدهند و با آنها نیم نگاهی هم نمی کنند. معلوم بود که چنین جاندارها را خیلی دیده حوصله گیر شدند. وقتی از این زیادی مردانی سالاری ده جمع شدند، سرداری عسکرها نیم ساعت همه نشسته و او ایستخ نطقی آتشین درباره حکومت نو ایراد کرد. از بس که همه را ترس و وهم فرا گرفته بود، کسی چیزی نمیفهمید، فهمیده هم نمیتوانست. شاید ترجمان هم آنقدر زبان ناطق را بلد نبود، یا شاید ناطق هم ماهیت آنچه میگفت تا عمق درک نمیکرد. به هر حال کسی چیزی نفهمید و ناطق نیز نتیجه گرفت. باری اول نبود که به این وضع روبرو می آمد. از این رو اصول عادی و فهما را پیش گرفت. خواهش نمود که مردی نادارترین ده را نزدی و حاضر سازند. بافتک را پیدا کرده آوردند. سرداری عسکر را گفت از این روز عبارتاً این آدم نماینده حکومت نو در این ده خواهد بود. هر عرض و شکایت دارد به او رو آرد و هرچی او میفرماید به چون شرع اجرا بکند. اکنون برای ما خوراک نیمه روزی حاضر نماید تا ما راه خود را ادامه بدهیم و در بالابی کفگرود یعنی دهات دیگر نیز حکومت جدید را برقرار سازیم. از هر خانه چیز موافق امکان آوردند. 40 سرباز را شکم سیر کردند. بعد از این عسکرها باز به اسبای خود سوار گشته ده را ترک گفتند. بافتک روزی اول و دوم چون پیشینه سرخما پکر و غمنبار می گشت. روز سیوم گفتار و کردار و گفتارش بالکل دیگر شد.
اولین کاری کرد این بود که دیگر درباره مجاهد دشمنی ساخت نفس سخن گفتن را منع کرد، هم در مهمانخانه هم بیرون از آن. جایش قبلا در مهمانخانه کفشکن بود، حالا از ملا بخاری زاده هم بالا می نشست. بالش‌های یگانه مهمانخانه 2 جفت زیر کشی او گذاشته می شدند. سخنی اول و آخر از او بود. فرمان داده بود که هر هفته یک آیره یک گوسفند برای حکومت نو بدهد تا او برای عسکرهای گشنه و تشنه بفرستد. اما همه می‌دانستند که آن گوسفندها از عاقل بافتک بیرون نمی روند، بلکه همانجا سر زده در یک روز 3 ره کباب شده برای شکم ناسرم بافتک غذا می شوند. هفته دوم یک روزی روشن گلوی بافتک را بریده جسدش را در سای پشت خانه شادمان آغشته خاک و خون پیدا کردند. میشمیش میکردند که آن شب نزد شادمان آمده از او طلب کرده است که شب زنش را به اختیار او ماند. آخر حکومت نو زنها را عمومی اعلان نموده است. شادمان هم حرف نزده کار را از غلاف میانش بیرون کشیده، گردن او را بریده، جسدش را برده به آبکن پرتافته است. 1 ماه پس عسکرها از دهات سرگهی سرمدره برگشتند. باز در همان جای پیشینه میدان نزد مهمانخانه از اسبا پیاده شدند. همان روزی که عسکرها از بالا آب پایان آمدند و از برقرار شدن حکومت نو 1 ماه گذشته بود، بده خوبانشاه برگشت. پیاده با چارخوی دریده، لباسای پاره پاره، ریش و موی سر رسیده، خلاصه بافتک با همه تهی دستی هنگام زنده بودنش نظر به او شاهزاده را میماند. چون همه او را گیر گرفتند و از رفته و شنیده پرسان شدند، اشک در چشم و چنین قصه تا نیمه راه به عافیت و به خوف راه سپرده است. در یگان ده یگان نفر به او همراه نشده است. هرچند او را خوب قبول میکردند، جای خواب و جای نان دریغ نمی داشتند، اما چون آبادان به پایان رسیده و بیابان آغاز شده است، مشکل پیش آمده است. او را راهزنها غارت کردند، اسب و تفنگ و خورجین را به آب و نان ربودند. از تشنگی جان به جبار سپاریدنش نزدیک آمده بوده است که ازبک کوچه تصادفاً او را بیهوش یافته به قطن خود برده است. 2 ماه نزد آن چوپان مانده است تا بازگشت بده او را سر و تن داده توشه راه آماده ساخته گسیل نموده است. رهاره در رباطا خوابیده، از مسافرها شنیده که به امارت چی شده، امیر کجا گریخته، جهاد دیگر معنا نداشته. جنگاور به خانهش نرسیده بود که عسکرها رسیدند و سردار بافتک را خواست. چون گفتند که بافتک گریخته رفته است، از قهر به زمین توف کرد. چون چشمش به مجاهد افتاد، او را پیش خواند، نامش را پرسید، کی و چی کار بود، نش را تحپرسی کرد. او را در نزد حاضرین نماینده حکومت نو در این آبرفت تعیین کرد و چون پیشینه شکم اسبها و عسکرها را پر کرد و رخت بست تا در دره‌های دیگر نیز حکومت نو را استوار سازد. سنگ و سبو بابوی بهرام تاریخ سرمده را چنین دوره‌بندی می‌کند. دوره اول را دوره گلیکفانان می‌نامند، دوره دوم را دوره کفنخوران، دوره سوم را دوره بیخبران. در دوره گیلکفنان مردم همه بیچاره و آواره و بیمایه بودند. بینوای تا بجایی بوده که مردم به تنشان پیراهن و به مردهشان کفن نمیافتند. از این رو تنی مرده را با گل پشمالو انداوه میکردند، تابستان در آفتاب، زمستان نزدی آتشدان میگذاشتند تا خوش شود، سپس جنازه میخواندند و برده به خانه آخرتش میگذاشتند. اگر پیراهنی داشتند خیلی قیامش میکردند، خانه برهنه میگشتند، تن و شرمگاه را با لطه‌پاره میپوشاندند. اگر نفر بیرون آمدن میخواست، همان پیراهن را پوشیده بیرون میآمد. وقتی درو همه مردها شالوارها را کشیده کنار میگذاشتند تا از خار و خس ندرند. کودکان کرسی ماهی آسمان را نان پینداشته کنده دادن آن را از مادران خواهش میکردند و این مثل از آن زبان مانده: نان در ناندان، کلیدی مدن گشت در آسمان. هرچند میگوید بابای بهرام مردم نادار و دست کوتاه بودند، به آر و بناموس بودند، به قبل استوار و زامندار بودند، به دادی همدیگر میرسیدند، از همدیگر پشتیبانی میکردند. دوری کفنخوری، دوری سیدی و پوری، خری و دوری، فسق و سرهویی بوده است. انبارها پر و سرها خالی، خانها پر نعمت و دلها پر کینه بوده. حتی چارپایان از سیری و پوری پوسکه های چرب و اندود اخراج می کردند. دنبه های گوسفندان تا به زمین می رسیدند، راه گشته نمی توانستند. چگینه های چرخدار زیر دنبه ها می بستند تا راه بروند. بخل و کینه
جهالت و حماقت بین مردم به اوج رسیده بود. پسر مرگ پدر را می‌خواست و پدر چشم دیدی پسر را نداشت. بخل و کینه در زندگی آنقدر در مغز و استخوانشان جا گرفته بود که میگوید بابای بهرام پس از مرگ نیز آرامشان نمیگذاشت. مرده ها در گور کفنها را با دندان میگزیدند که پیوستگان زنده مانده نیز یک یک بمیرند، زیر خاک شوند، زر و سیمی که به آنها نصیب نکرد به دیگران نیز نصیب نکند. به نزدیکان این مرده مجبور بودند گور را بگشایند، کفن را از دهان مرده بکشند و به دهانش یک مشت تنگه بریزند تا کفن خوری نکند. ناباوری و بخل به همدیگر تا به جای رسیده بود که اگر پدر میمرد شب پسر به گوریستان میرفت، گور باز میکرد، جمجمه سری پدر را نرم میکرد و باز نامعلوم برمیگشت. اگر پسر میمرد این کار را پدر میکرد. یا به خدا خوش ناآمد یا زمین این همه جهالت را تحمل نتوانست کردند که زمین لرزی سختی شد و کم کسان در این ملک زنده ماندند و نسل آنها کم کم زیاد شد و دوره سوم تاریخ سرمده آغاز یافت که آن را دوره بیخبران نام کردند. زیرا مردمان این دور نه از دوره گل کفنان با خبر بودند و نه از دوره کفن خوران. ملا بخارزاده چنین دوره بندی تاریخی سرمده را واهمه و بافته و ساخته راوی بی‌بدلی سرمده می‌داند. اما بابای بهرام بریشی در آسیاب سفید کرده خود قسم می‌خورد که بافتن و ساختن کاری بهمنیار است و واهمه و مبالغه کاری خالدار چیل دروغ. من هر چی دیدم یا شنیدم همان را میگویم. اگر خدا رحمتی هایی که من از آنها این همه را شنیده بودم چیزی بافته و ساخته باشند، خدا بیامرزدشان که بنده یک ناقل و اخبارم و بس. هرچی هست نیست. من به بابای بهرام سخت اخلاصمندم و در گفته های شک نمیارم. به جای داشتن حوادث مذکور در تاریخ سرمده باور دارم. چطور باور نکنم که از آن بدتر نیز این موضوع واقع میگردد. مثال میخواهید؟ با من بیایید. شهباز دوز در سایه غود با دمگیری نشسته بود و به آسیابی دمی دره می نگریست. آسیاب چون یتیمک صغیری حیران پهلوی رودک کماب معلوم نبود چرا شهرودش نامیدند. دمی دره بالاتر از آنجایی که شهرود به کف رود میریخت ایستاده بود. شهرود با گلماهی خود معروف بود و هیچ رود و رودک در سرمدره این مقدار گلماهی نداشت که شهرود داشت. آسیابان گلماهی را شهماهی می گفت. شهباز دوز نشنیده بود که کسی دیگری گلماهی را شهماهی گفته باشد. او هر وقت که عقبه را پشت سر گذاشته تا به این خود می رسید و به دمگیری می نشست پیش خود قو می گذاشت که این ره از آسیابان خدازده می پرسد که چرا او گلماهی را شهماهی می گوید. هر ره فراموش می کرد. در کودکی شهباز را می ترسانیدند که شبها در آسیا غول و عجینه باز بزمی جادویی برپا می کنند و هر رحمانده را بیابند اگر رحمشان آید و نخورند چلیسم و دیوانش می کنند. آنها تنها به آسیابان و نزدیکانش کاردار نمی شوند. انا برای چی وی با زن و بچهش آسیب نمی بیند. گذشته از این آنها عائله آسیابان را از هر گونه دزد و بدخواه پشتیبانند. به ذکر کلمه دزد شهباز لبخندی ناپسندانه کرد. از من دزد پشتیبان نشدم. هر آینه و ماه یک دوره به آسیاب می آمد. بعد از در راه ها و شهرها پی روزی دویدن او را خوش می آمد که به این گوشه خلوت بیاید. دو سه روز براحت و فراغت دم گیرد. وی برای آسیابان هیچگاه مهمانی ناخوانده نبود. یک چیزک نیم چیزه که آسیابان همیشه از او خواهش آوردن میکرد. حالا نیز انا در این خلطه 2 سرقند و 1 سیر چای، 2 پارچه خان اطلس و 1 قبضه گلمیخ سپارشای آسیابان را آورده است. جای رفتم نداشت شهباز. در ده یک برادر دارد که 10 سال است نه به خانه‌اش رفته است نه رنگش را دیده است. 10 سال پیش آنها برای 1 پارچه زمین میراثی پدر تیز و تند شدند. برادر میخواست در اون زمین برای پسرش خانه اندازد. شهباز که در فکر زندگی افتاده بود نیز چونین نیت داشت. انا 10 سال است که او از بحر زمین گذشته است. همچنین از بحر برادر نیز. خودش مانده و سری تنهایش در راه‌ها و شهرها دزدی میکرد. مال دزدی را ارزان میفروخت. به شربانو زنهای
سبک پا صرف میکرد و ده را پزمان میشد. به این پزمانی هیچ کار کردن نمیتوانست. با راه نزدیکترین با راهی عقبه بر میگشت، لیک به ده نمیرفت. در همین آسیاب که 4 فرسخ از ده دورتر است لنگر میپرتافت و 2-3 روز گاه 1 هفته تمام منزل میگرفت. خودش نیز نمیدونست که در ده چی گم کرده است که آن را پزمان میشود. دلداده نداشت آنه که بزنی میخواست، دریغ شو کرده و بچه زیاد زایده است. همراز نداشت تا درد دل بکند. شاید چون گرگ تنها به یار و آشنا گشتن و هیچ زندگیش را به سامان انداختن به دلش میزد و در این ملک کودکی و ایام بیغمیش گذشته بود تسکین میافت، یا شاید به امید میآمد که خویش و اقربا از گناهش میگذرند. به آسیاب می آیند، او را به ده دعوت می کنند، برایش یک در خانه می اندازند و او را پابندی 1 عمره ایال و زمین می سازند. هر آینه گاه پیش خود اقرار می کرد که به آوارگی و مال مردم دزدی از ناچاری دست زده است، چون دیگران کار کردن و زیستن برایش خوشتر است و حالا او از فراز به آسیابان حسد می برد. برای کمک خوشبختی که او دارد، زن دارد، دختر دارد، آسیاب دارد و این دره هرچند تنگ و پرسنگ است، ریسک 2-3 گاو و 10-20 گوسفند و بزش را به سیری می دهد. زنش هم سه زنی نیست. شهباز هیچ یک زنی را با چنین پیکری حضر ندیده بود. قدش از قدی آسیابان 1-2 وجه بالا، شانه هاش نیز فراختر، طرح رویش نیز خوشریخت بود و همه این گواهی می داد که در جوانی بازارگیری بوده این زنی 35 ساله و چرا به این آسیابانی گرنگ نما و کسلمند نصیب کرده است. به شهباز معما بود. عجب نیست کمبغلی از آسیابان قرضدار شده پرداختن توانسته دخترش را گذشت کرده باشد. عجب نیست. گور بسر است، هرچی هست نیست. حقیقت این است که او صاحبی چنین مال است، نه شهباز. هرچند شهباز را چنین می نماید که زن به او بی تفاوت نیست. از آمدنش خرسند می شود، گاه گاه گرم می نگرد، اما هیچ یک اشاره نمی کند که شهباز رموز گیرد. پیکری حضروی او را به زمین پاش کند، بندی دلش را بیفشارد، لبانش بگزد، خونشار کند. از پیش خود او جرأت نمی کند که عملی زیادتی نشان دهد، همه را رسوا سازد، رود و این گرم نگاه کردن ها معنای دیگر داشته باشند، از ساده دلی یا مهمان نوازی باشد و چون شهباز حرکتی بیجا کند داد و فریاد بردارد، شرمنده سازد. دیگر او نمیتواند اینجا بماند، نمیتواند دیگر به اینجا قدم گذارد. وی دزدی به خانمان هر ماه 2 ماه 1 رهن آید پزمان می شود، گویا خانه و دری خود را یاد می کرده باشد. او که خانه و دری ندارد، هر سنگ و بورس این عقب خانه و دری او شب هر کجای دریابد سر می ماند و خواب می رود. اگر در شهر باشد خانه یک آشنا که هیچ خود را به راحت حس نمی کند، تنها در خانه آسیابان خود را مثل آدم می بیند. نه برای آن که زنی آسیابان لباسهایش را چرکی 1 ماهش را بی حذر می شوید، خود با دخترش در خانه و او را با آسیابان در یک خانه جاگه می پرتاید، بلکه جین زند. او انیق نمی داند که چرا محض در همین خانه و محض به همین مردم دلبستگی دارد. و این آسیابانی کسلمند که زنش از دلسوزی خود خلطه های گندم و آرد می بردارد، دل را خالی می کند، اونس گرفته است و زنی که او را با نگاهی گرمش افسون کرده است مهر پیدا کرده است. این را در لب زنی آسیابان خنده نبود. گذشته از این نگاهش سرد و وجاهتش ترشیده بود. به سلامی او سر جنبان، خاموش بغچه را از دستش گرفت، دانست چی می گیرد، تشکر هم نگفت. خانه در آمد و با نماد پاره و پوستک بیرون آمد. صحنی ایوان نمد گسترد، پوستک انداخت با او با آوازی خسته بگذرید گفت. لحظه بعد دسترخوان و چای آورد پیش شهباز گذاشت، خود رو نمد پاره نشست، بل کنارتر روی چند خلطه تهچیده خالی نشست. شهباز نمیدانست که همه این را چه جور بپذیرد، چون این پذیرایی سرد و بیگانه را باری نخست میدید. حالا آنکه ساعت قبل بعد چند در سایه غود فراغت کردن، فراز را پایل میگشت، پیش خود واخر را با زنی آسیابان باری کشاد و خنده جذاب تصور نموده، در وجودش سروری گنگ و روح بخش حس کرده بود و هم از دور قامتی
حضربی او را که دست روی چشمان سایبان ساخته سوی شخصی آینده می نگریست کی باشد. دیده دلش ته نشسته بود. حالا زنک او را می شناسد و لبانش از خنده چون غنچه گلی شام و سحر از نسیمی سحری می شکفد. اما این همه سرداشنایی را دید. بالاخره طاقت پربرداشتش شکست. بخیر است؟ 40 روز است که بیدم و بیاد خواب است مردک. از اینجا رفتن شهباز و بازگشتنش را 40 روز نشده. باز او که می رفت آسیابان بردم و به قوت می نمود. یا زنک حساب روز و وقت را گم کرده یا سخت خسته شده که روز به نظرش سال می تابد. هیچ آثار دردمندی که من ندیدم. بعد از 3 روز رفتن شما حالش بد شد. تب لرزه داشت. آن هم گذشت اما سری پا نشد. مولا هم آمد و رفت. نفعش نکرد. 2-3 ره جرعه آب و چمچه حلیلاب به گلویش می ریخت. این روز حتی مدار قطره آب هم فرو بردن ندارد. به هر احتیاط گلبوته را پی مولا بده فرستادم. خدا رحم خورد و جانکنیش را آسان میکرد. خوب بود. جمله آخر را زن چون آرام گفت که به پوست مرد سردی دوید. به حق شوهر خود بگذار زمینگیر هم باشد. چنین گفتن فرتی به حرمتی نمود لیک خاموشی را اولاد دانست. زن نالشش را ادامه داد. دلم گواهی میداد که چی دردی دارد. 1 روز نه 1 روز از پا می افتاندش. اما چنین زود با چنین زبونی جانی او که رها می یابد ما 2 مشتی پر در این خلوتگاه. زنشش را نگاه داشته نمی توانست. خاموش شد. تنها لرزش جثه عظیمش را گواه بود. علمی 40 زورش یا شاید 20 سالش بیرون می زند. در دل این مرد خواهشی خیستن سری او را سیله کردن پیدا شد. شاید می خیستم اگر این دم از پیراهن 2 تن دختره و مردی ریش سیاه پیدا می گشت. مولا از گلبوته بود. مولا با شهباز حالپرسی کرد. داخل خانه شد. بعد چند آوازی شیردار و فورا بلند شد. کدام سوره قرآن را می خواند. نیم ساعت پس بیرون آمد. زنش آشخانه بود. به شهباز رو آورد. خدا شما را رسانده. گمان میکنم که تا پگاه عمرش نمانده. مرد باشد خوب است. این 2 عیال که عیالند. شهباز نفهمید که مولا با این چی گفتن میخواست. من بده باید برگردم. صبح باز میآیم. گمان میکنم تا صبح عمرش نمانده. جمله آخر رو مولا در راه آشخانه میگفت. او به زنی آسیابان چی سفارش‌هایی داد. شهباز نشنید. مولا به خوراک شام نایستاد. شاید کاری عاجلی داشت در ده. زن 1 کاسه دور رو نزد شهباز گذاشت و بعد در 1 طبقچه چوبین برای خود و دخترش دوغابه گرفته خانه در آمد. تاریکی کم کم فرا می رسید. شخپوره روبروی ایوان کم کم شکل تغییر می داد. به چناری عظیم پرشاخ و برگ مبدل می گشت. سگ خاندان که تا این وقت گوجای ناپدید بود آمد. در گوشه ایوان چند بر زد و به شهباز نگریست. نگاهی سگ نگاهی بی‌حس و بی‌تفاوت بود. شاید نگاهی آسیابان نیز همین رنگ شده باشد. از دل گذران شهباز و از فکری آن که این شب را همراهی میرنده روز میکند روی پوستش سردی دوید. قبلا نیز هر وقت می آمد زنی آسیابان برای او و شوهرش در 1 خانه و برای خود و دخترش در خانه دیگر جاگه پرداخت. اگر چلی تابستان باشد برای این 2 روی بام و به خود و دخترش روی فرشی ایوان. حالا پاییز به شب‌های سردش سلطنت داشت. نمیشد که زنک را با بهانه گرمی خواهش کنی ایوان جاگه اندازد. باز این مولا تاکید کرد که او را خدا رساند که عیالها را متکا باشد. از این رو وقت زنک بعد از مدت بیرون آمد و خبر داد که برای او در خانه بیمار جاگه انداخته است. بسیار خوب گفت. زن کاسه و خوان را برداشت رفت. او از جا خیست. برای خواب حالا بر وقت بود. شرشری رودک به گوش می رسید و گلماهی داشت اگر امشب آسیابان بمیرد او هیچ نخواهد دانست که چرا او گلماهی را شه ماهی می گفت. شهباز از زن صابون پرسید و لبی رود فرامد. آب سرد رود حلاوت بخش بود. از عرق و گرد راه رها گشت. روزانه در آب زلال گلماهی را دیدن ممکن بود که 1 یا سیله شنا داشتند. شب خواب می روند یا پی روزی می کردند. اگر شب آسیابان بمیرد به این سوال نیز جواب نمی گیری. اصلا در روشنایی ماه آمده دیدن ممکن بود که گلماهی شب خواب می رود یا شنا می کند. اما او این را فقط از آسیابان دانستن می خواست. یا شاید وی با همه راه می کشید حتی پیش خود اقرار نکند که امشب مردن آسیابان را می خواهد. وی گمان داشت که بعد این بی‌فرگی راه دراز و هم پس از آبتنی روح افزا
همین که به جاگه درآمد خوابش میبرد. اما اینطور نشد. گویا وی انتظار مردن آسیابان یا چیز دیگری که امشب باید حتما رخ زند خواب را از خود رانده بود. چون خانه درآمد و در روشنی خیره چراغ به ما را دید، دلش لرزید. خدایا، آدم در یک ماه چقدر ناشناس تغییر یافته بود. گویا در جاگه مردی پیری 100 ساله عبارت از پوست و استخوان خوابیده بود. رنگ پوستش هم معلوم نبود که زرد گشته یا سفیدی به زردی مائل گشته. دستی رشت است که از کورپه بیرون بود. شپه کیهان خشکیده و بالاخره از نم تاسیده را میمان. اول وی گمان کرد که آسیابان دیر است مرده و منهش افتاده و شق شده است، اما چون نزدیکتر آمد بوی نافارم به مشامش زد و نفسگیری وزین را شنید. گویا کودکی 2-3 ساله پفک را کوششی دماندن داشت. مرد پله های تیریزه را گشود. هوای تازه و سرد به خانه در آمد. مگر زن به این بوی بد عادتی شده که خانه را هوا نداده است؟ بعد لباس های رویش را کشید و زیری چاگه در آمد. چراغی بالای سرش را کمی پیلته فراورد. زن خواهش کرده بود که فروزان باشد که میداند چی پیش می آید. مرد خواهشی خوابیدن داشت و اما لحظه پس باز پیش خود اقرار کرد که اصلاً چنین خواهش را ندارد. وی امیدوار بود که چیزی امشب رخ میزند. مردن آسیابان نه، وی برای او به رفتن ملا برابر مرده بود. شاید پیشتر، خیلی پیشتر، دفعه گذشته که وی اینجا بود و گرم گرم نگریستن‌های زن را نمیدانست چطور معنیداد کند مرده بود. وی امیدوار بود که در اون خانه نیز زنک نخوابیده است. عجب نبود که زنک نخوابیده باشد. چطور خوابش ببرد که شوهرش در نزع جان است. او چی هر زن دیگر 1000 سنگدل و مرگی شوخواه باشد هم باید دم مرگ ترحمی در دلش پیدا شود. باز چون این مرگی جوان و نابهنگام، اما این لحظه برای خود ساخته بود که زن محض برای او بیدار است. هرچند هوای تازه خانه را سر کرده بود، مرد درون این جاگه تفسیده بود. شاید از احساساتی در هم بر همی درونش تفسیده بود که کورپه را از رویش دور انداخت و گوش به صداهای بیرون داد. شرشره رود به گوش می رسید و گاه گاه آوازی کنده کنده چاکک بالای شخی روبروی ایوان 2 ستاره نیز خیره میلت میلت می زدند. شخی روبرو صورت چناری عظیم را گرفته بود. چرا شخ شبانگاه صورت چناری عظیم را می گیرد؟ آسیابان مرده بود. به این سوال شاید زنی او جواب داشت که مگرم خوابیده بود وگرنه شب از نیم گذشته بود. اگر بیدار می بود با صرفه ساخته یا آهی بدرده یا با پوشیدن یا کشادن پله در یا تیریزه می فهمون که بیدار است. آوازی از اون خانه بیرون نمی شد. گویا آن دو هم چون همسایه او مرده بودند. مرد آهسته آهسته به فکری آن که زن خوابیده سازش کرد. آرام شد و در فکری خوابیدن افتاده بود. به این مقصد دست دراز کرده بود که کورپه را بالای خود کشد. با پس شدنی تپسی دلش سردی را احساس کرده بود، اما این دم صدای گشادن در را شنید. از کورپه دست کشید، دم به درون زد. در را با شست گویا برای آگاهی پرصدا گشاده بودند، اما لحظه پس در این خانه را خیلی با احتیاط گشادند. مرد خود را به خواب زد و حس کرد که زن وارد خانه شد. سری بالین شوهر آمد، دستی او را زیر کورپه کرد. مرد نامعلوم میپایید. دست چی شاید هیچ عضوی حساس نداشت بیمار، اما زن سری پا نشسته بود و کورپه او را درست میکرد. در آمدن برابر فهمید که من بیدارم، اما زن گمان داشت که او خواب است. اگر بیدار می بود صدا میداد، گلو روشن میکرد که بیدار است تا من خواطر نشوم و بیهوده تشویش نکشم. زن برگشت، کورپه را برداشت و برای شهباز کشید. شاید فکر کرد که در خواب دور انداخته است. هوای خانه خیلی سرد شده بود و زن نیتی پله تیریزه را پوشاندن نیز داشت. چون دستی زن کورپه را تا گلوی مرد کشید و نامعلوم گویا این حرکت را در خواب میکند. دست روی دستی او گذاشت. دستی زن تفسان بود. زن دست نکشید، همطور سراپا به حرکت ماند. لحظه چند بگذشت، به نظر مرد قیامت تافت. دست دیگر به میانه زن انداخت. مرد هیچ حلاوتی در این صورت احساس نکرده بود، حتی وقتی که یگان راهگذر بای را در راه کمین میگیری. ناگهان حمله میاری، به زمین پخش میکنی، ترس و لرزات در تن و چشمان او میبینی. چون این حلاوت نمیبری که حالا زن را زیر خود پخش کرده بود. ترس و لرزات در تن و چشمان او دیده بود، اما زن مقابلت نشان نداده بود. برعکس چون وی در او آمیخته بود، چونان که شناوری ماهر غریق را با رفت آب میبرد، او رو به روش خود برده بود. اما این کی بود، چطور شد؟ بعد مرد به خاطر آوردن نمیتوانست. زن فریادی بیمناک زد و از حرکت ماند. مرد به او نگریست که سبب تغییرات ناگهانی را بفهمد و چون فهمید موی در تنش راست شد.
آسیابان مرده نیمخیز شده بود و به این دو می نگریست تا به همون نگاه می نگریست که سگ روی ایوان نگریسته بود. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما حکایات را از کتاب سرمدیح نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسفова. انجام گفتار 44 تن صحت و خانه آباد باشید.